بیشتر حرکت میکنه. الحمدلله کار به اینجا رسیده شکر خدا. آقا نگید که از مردم بیشتر از شما حمایت میکنه، اینطوری نگید جان من. شو از خواب خرگوشی بیدار بشین. جانم آقا اگه علما را کتک میزنن این نشون میده که انقلاب یا همین بحث شیعه، همین بحث جهانی بودن تشیع الحمدلله رب العالمین به برکت همین امامو. بله این نمید دوستان عزیز این مثل اینه که ما میگیم ابوبکر در جنگ ها شرکت نکرده، در جنگ ها یک کسی را نکشته، یک کسی را جریح نکرده. جماعت مخالفین میگن بر فضل ابوبکر. چطور بر فضل ابوبکر؟ چون ابوبکر فرمانده بود، در کنار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم می نشست. یعنی همون چیز که ضعف او رو میخوان جلوه بدن بر قوت ابوبکر. شما والا ما میگیم علما در تهران کتک میخوره، شما میگین دلالت بر این میکنه که ما محبوب هستیم بین مردم. ماشاءالله این استدلال شما. خدا خیرت بده. من درس میکنم بیش از یک سال از برنامه‌های شما رو دنبال میکنم، همه جا هم خدا میدونه برنامه‌های شما رو من تعریف کردم به دوستان اطلاع. شما به من بگید شما بینک و بین الله، بین شما و بین خدا آقای خامنه‌ای آیا در حد مرجعیت هست؟ آجا بحث خامنه‌ای نه شما ببین مسئله مذهبیه. این شبکه مذهبیه. دولتی که به نام دین نباید با دین بازی بکنه، دولتی که به نام دین حق نداره دیانت مردم باطل بکنه. شما به من بفرمایید آقای خامنه‌ای از لحاظ علمی در حد مرجعیت هست؟ آقا بحث اگر وقتی که نمیگی، وقتی که جرأت نمیکنی که بگی که او در حد مرجعیت هست، ادعای مرجعیت میکنه، آیا این فسق نیست؟ آقا بله امروز ببینید عربستان شمشیر از رو بسته همین با خدا قسم شما ظلمی که شما بر شیعه کردید عربستان نکرده. عربستان نکرده این ظلم را که شما بر شیعه کردید. شما سبب شدید که شیعیان در عراق نابود بشه، شما سبب شدید که شیعیان در پاکستان نابود بشه، شما سبب شدید که شیعیان در افغانستان نابود بشه. این ظلمی که شما کردید عربستان نکرده. الان حکام خلیج فارس حکم قتل آقای خامنه‌ای صادر میکنن، همین طالبان، همین وهابی‌ها. علت چیه بس؟ اگر خدمت یه روزی ببینید حکم قتل رو من ندیدم که حکم قتل این را ثابت من ندیدم. این پیش خود ببینید پیش خود حلوا درست نکنه علیکم که بابا خدمتی را که همین شخص کرده به وهابیت هیچ کس. بابا ما میدانیم از علمای قدیم، شاید عمر ما این قدر نیست، عمر شما این قدره، اما ما از ثقات شنیدیم که سابق عمریه و بکریه در ایران مثل سگ ذلیل بودن. همین شخص بود که اینا رو زنده کرد، همین شخص بود که به اینها رو داد. مجلل، مدارس مجلل در زاهدان، مجالس مجلل در گوشه و کنار ایران، مساجدشان بهتر از مساجد شیعه، تبلیغشان آزادتر از تبلیغ شیعه، مجلات، تلویزیون های اونها، شبکه ظلمت از تهران دفتر داره، پخش مستقیم داشت سابق از خود تهران. شما آمدید با ما میگید که بعد میاد که بله با وهابیت بد هستید. شما بر علیه وهابیت چیکار کردید؟ شما به من بفرمایید. شما علمای شیعه بر علیه ابوبکر عمر سخنرانی میکنید، اونها رو زندان میکنید، ممنوع منبر میسازید. شما بر علیه وهابیت چیکار کردید؟ شما به من بفرمایید. همین قدر که شما بر علیه اسرائیل در سر صدا می‌زدید، یک صدمش بر علیه وهابیت کردین؟ بله. خب این هستش بس چرا آقای خامنه‌ای وهابی‌ها، این شبکه‌های وهابی دیگه انواع. شما اگر دشمن دین پیغمبر نباشید شما بر علیه این شبکه پرازیت میزنین. بر علیه کدام روز بر علیه شبکه ظلمت شما پرازیت انداختین؟ برام بفرمایید. شما اگر دشمن دین پیغمبر نباشید این شبکه به شما چی کاری داشت که شما حساب ما را بستید، دفتر ما را بستید و عزیزان ما را زندانی کردید؟ ما به شما چی کاری داشتیم؟ بفرمایید. کشور هستش یک مملکت. این مملکت چرا ظلم میکنید؟ این امریکا مملکته، کافرم هست. این ظلمی که شما میکنید یا نکردن؟ کله نباشه. مملکت. خب مملکت چرا ظلم میکنید؟ مگر لازمه که ظلم بکنید؟ امروز که شما در امریکا نشستید، شما بر علیه وهابیت تبلیغ نمیکنید. وهابیت در تهران آزاد تبلیغ میکنن، در تمام ایران وهابیت آزاد تبلیغ. علمای شیعه حق ندارن از منبر کفر ابوبکر عمر را بیان بکنن؟ این کجاش دین پیغمبره؟ امروز ما بیایم تقصی رو کنیم بینی و بین الله. آقا در الان حساب محشر هستش، قیامت برپاست، رسول گرامی اسلام اومده، ما خواهم جواب بدین. یا این جوانان شیعه که در قم آیت الله العظمای وحید خراسانی در علم او، در فقاهت او، در ولایت او که شک نیست، این صد خامنه‌ای بنداده نوک انگشتش علم ندارن. این آقای وحید خراسانی چه گفت در قم جوانان دارن مسیحی میشن. زمان شاه شما شنیده بودید؟ مردم عالم زمان شاه کسی شنیده بود که جوانها باید مسیحی بشه در قم؟
در قم جوانان مسیحی میشه. شما به من بفرمایید شما این جواب اینو خامنه ای پیش رسول خدا چه میده؟ که مردم من به اینجا در همین امریکا دیدم بی حساب ایرانی‌ها زردشتی شدن، در همون خود ایران خدا شاید زردشتی شدن، مسیحی شدن، وهابی شدن. بچه‌های شیعه جواب اینو شما چی میدید؟ علما را کتک میزنن سر خیابان به خاطر اینکه نه به خاطر بغض شخصی، به خاطر اینکه لباس روحانیت پوشیده. اینو خامنه ای کرده کسی دیگر. بیایم رهبری رو امام رو همه رو زیر سوال ببریم. زیر سوال میبریم. ما خدا رو زیر سوال میبریم. ما میگیم لا اله الا الله، اول خدا رو نفی میکنیم بعد اثبات میکنیم. خدا رو قبول داریم به دلیل. این خامنه ای شما چیه که نمیشه از اون انتقاد کرد؟ این چه بلایی هست، چه میکروبی هست که نمیشه از اون انتقاد کرد؟ خامنه ای رو انتقاد کردین. چه کفریت خامنه ای؟ این چه بلایی هست؟ این دامادش بود آقای تهرانی، خودت میدونی. این آقای خمینی آقای خامنه ای را برای امامت جمعه تهران نصب کرد. آقای تهرانی نامش موجوده، تمام عالم میدونه، علما میدونن. نامه نوشت که تو آقای خمینی شما این شخص را که امام جمعه تهران نصب کردید این لواط داده. خودت شاهد من اهلهی، از خود بیت شهادت دادن، نامه نوشت شکایت کرد که تو شما شخصی را امام جمعه نصب میکنی، بر علاوه این که علم نداره خودش اصلا لواط داده. شما آمدید میگید تو او را زیر سوال بودید. یه کسی که خود خانواده‌اش میگه اون لواط داده، او رو چرا زیر سوال نبرم؟ حاج آقا این خانواده این بعضی حسادت ها از قدیم استادش بود آقای تهرانی. من نمیگم آقای تهرانی خوبه، استادش هست. خامنه ای تا حالا رد نکرده، خامنه ای هم اون نامه را رد نکرده تا حالا. بفرمایید کسی که خود خانواده‌اش میگه این لواط داده، او را آوردید رهبر میگه نمیتونید اون برای این انتقاد بکنید. چیه که من نمیتونم برای انتقاد بکنم؟ ما در حوزه علمیه خود بر شیخ مرتضی انصاری انتقاد میکنیم، بر آخوند انتقاد میکنیم، بر شهید اول انتقاد میکنیم. همه این خامنه این که سواد که نداره، هیچ بلد نیست، اینو چرا نمیتونی این انتقاد بکنی؟ بیشتر خودم به شما ارادت دارم، شما را دوست دارم، انصافا آرزو دارم خدا شما را هدایت کنه. من را دوست ندار، بیا سوالای من جواب بده. چی میشه؟ چرا نمیشه انتقاد کرد؟ چی داره این که نمیشه از انتقاد کرد؟ بس اینکه خدا یک استالین برای ما درست کرد، یک بود درست کردیم که نمیشه انتقاد کرد. قائد هستش، رهبر هستش. من رهبر من نیست، رهبر شماست. آقا اگر امروز رهبری ضربه ببینه، ضربه دیگه من میگم خدا ذلیلش کنه. خداوند متعال همین امروز دست من بیفته، خدا شاهده، قلاده سگ میبرم به گردنش میبندم، قلاده سگ میگم به گردنش میبندم، سرش به دستشویی میبندم. این کارو میکنم بهش. این دشمن دینه، بله، قاتل، منکر اهل بیت و عزاداران سید الشهدا علیه السلام. این تیراندازی میکنه. در هند دولتش بت پرسته، نخست وزیر هند بت پرسته. عزاداران سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا میآیند، دولت امنیت اونها رو میگیره. اینها میان و بعد عزاداران سید الشهدا به خاطر این قمه زدن. و تو چی؟ مقلد تو که نیست کسی، قمه میزنن، تو میای به اونها تیراندازی میکنی؟ یزید، تو اگر یزیدی نباشی تو چی؟ تو برو کارت بکن. دولت دستت هست، ارتش دستت هست، حکومت دستت هست، صدا سیما دستت هست. تو چرا تیراندازی میکنی؟ تو اگر یزیدی نباشی، دشمن اهل بیت علیهم السلام نباشی، تو اگر دشمن اهل بیت علیهم السلام نباشی، این فتوا را از کجا آوردی که توهین کردن به مقدسات عمریه حرامه؟ یعنی امام صادق علیه السلام مرتکب حرام شده؟ یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام مرتکب حرام شده که دعای صنمه قریش را خوانده؟ 12 امام مرتکب حرام شدن؟ تو میایی در سنندج میری از آن اشهد ان علی ولی الله را منع میکنی. دشمن اهل بیت علیهم السلام، شیعیان افغانستان قتل عام میشدن، تو میامدی به قاتلینش پول میدادی. ما که اینا فراموش نکردیم. ضربه میبینم، به خدا قسم دست من میفته قلاده سگ به گردنش میبندم، به دستشویی کلش میبندم. اینه ضربه ببینه. این ذلیل دشمن خدا و پیغمبر را، منکر خدا و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. مردم را بیدین کردین، جوانان را بیدین کردین، خانواده را بیدین کردین. به خدا قسم تشیع خیلی پیشرفت میکرد. به پروردگار اینا تشیع را بدنام کردن در این 30 سال. در این 30 سال شیعه را بدنام کردن، خدا شاهده. تشیع امروز هم که پیشرفت داره، مردم داره شیعه میشن علی رغم اینها، نه به خاطر اینها، به خاطر حب اهل بیت علیهم السلام، زیبایی اهل بیت علیهم السلام، بر حق بودن اهل بیت علیهم السلام، نه به خاطر اینها. اینها ضربه زدن به تشیع.